یعنی اینو مطمئنم. استوری هم کردم نکنین 497. البته من چون رکورد دارم میگیرم یه کوچولو رکورد قطع کنم 500 FPS هم هست. واقعا شبیه‌ساز خوبیه. سلام رفقا، حال دلتون چطوره؟ من اکسلم و خیلی خوش اومدین به یک ویدیویی که علنا منو پاره کرده بودین چون قولشو بهتون دادم. شبیه ساز 600 FPS. کاملا بچا تامنویتات درسته. این شبیه ساز بهتون 600 FPS میده اگه کارهایی که میگم انجام بدین و اگه کاملا مناسب سیستم‌های ضعیف متوسطه و قوی هم که خودتون میدونین دیگه. تا آخر ویدیو همه من باشین. قبل اینکه شروع کنیم حتما لایک این ویدیو رو بکنید، سابسکرایب کانال منم بزنین. آقا لایک های این ویدیو رو بتره کنین، ببرین بالا. ویلاغ دیگه به قول دادم انجام میدم، فقط یه سری باگا داره که بهتون میگم که چیکار کنین که رفع بشه. این ویلاغ خوشگله رو بکن جدی. همین الان زدی 3 ثانیه دمت گرم. بریم که شروع کنیم. اینستاگرام بالا میاد حتما فالو کنین. لینک شبیه سازم بهتون میگم کجایی که دانلود کنین. بریم سراغ ویدیو. Let's fucking go. خب بچه اومدیم تو لابی. همینجوری که پایین سمت چپ میبینین FPS من 300 290 اینجوریه و اینکه من دارم رکوردم میکنم با OBS، یعنی یه بخشی از کارت گرافیک و CPU من با رکورد داره اشغال میشه، ولی کاری نداریم. من سیستمم یک سیستم متوسط رو به پایینه. من دارم 300 FPS میگیرم. پروسش کردم اینجوری که داخل شبیه ساز این میتونید راحت 100 یا 120 FPS کسایی که سیستم خیلی زغالی دارن هم بگیرن. چی از این بهتر؟ بریم که شروع کنیم. این یک نوع شبیه ساز بلوچاره، همین الان بهتون بگم. یعنی شما چیت هم می‌خواستید بزنین اوکی کنین. این اسم این بی تو کی می‌بینید. فقط اینو بهتون بگم که این شبیه ساز بلوچاره. یه سری حرکت‌ها بعد بزنین که بهتون این FPS بده. چون می‌بینید FPS 240 و چقدر هم صفحه نرمه. نمی‌دونم داخل رکورد بیفته یا نه، ولی صفحه من خیلی نرمه، ولی من خودم استفاده نمی‌کنم. چرا نکست لول تو که FPS اینجا خیلی خوبه. من خودم تو قالب شبیه ساز عادی 120 140 FPS میگیرم اینجوریه، 120 تا 140، ولی اینجا می‌بینید 200 خورده FPS. چرا نکست لول؟ چون که بچا این شبیه ساز NC2 و P64 نداره. NC2 یعنی لباسای انمی داخل بتل دیده نمیشه، چیزی که من داخل استریم ساز نیازش دارم. برای همین خودم روی شبیه ساز پلی نمیدم، ولی شبیه ساز خیلی خوبیه. هم سنس خوب میشه روش، مثلا ریخت یا خیلی چیز خوب بالا. یعنی خودم مثلا یک ساعتی مثلا تستش میکنم، واقعا قویه. حالا چرا تا الان نذاشتم بچا؟ یه سری باگا داره. یکی باگش این بود که نمیتونستم 300 FPS 400 FPS 600 FPSش کنم، چون یه ترفندی داشت که امروز یکی از رفیقا اومد بهم یاد داد و گفتم چه بهتر همین امروز براتون ویدیو بگم که پنجشنبه براتون بذارمش. واقعا FPS حلالی میده. یه لون ولف بریم. لون ولف دانلود نرم میگم تازه ریختم بچا، جدی نخندیم. سرعت نکست لول خدا خدا من تو چشمم زد دانلود میشم. البته میگم بچا لباسای خودتون رو میتونید دانلود کنین. این کلا لباس یکم FPS آدمو کم میکنه. بچا داخل لون ولف من 336 340 FPS دارم میگیرم. آخه چه جوری ممکنه؟ نکست لول خدای قوی. یه شبیه ساز دیگه هم دارم، اون MSI، اون 900 FPS بچا. اینا همه شبیه ساز برزیلی انا، یعنی برزیلیا، افراد داخل برزیل، پلیر برزیل میاد مثلا همون بودستکس رو میام یه دستکاری میکنن که شما بهترین FPS بگیرید. مثلا چی؟ مثلا صدا رو الان صدای داخل این شبیه ساز که کیفیتش بده. همین صدا میدونید چقدر چی داره داداش. آفی. لینک دانلود این شبیه ساز داخل تلگرام نکست لوله. حالا تلگرام نکست لینکش کجاست؟ داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین شده. برید داخل تلگرام رو سابسکرایب کنین، دنبال کنین، چون اونجا به سکی برسیم. و اینکه من هر روز برای شما اونجا این چیته بچه، یعنی دستاورد فکر کنم رفت چیش روشن کن. من اونجا هر روز برای 3D تو شبیه ساز و نمیدونم سنس و اینا میذارم براتون به صورت رایگان. حتی کاستومای جایزه دارم هست. پس حتما تلگرام ما رو داشته باشید و دنبال کنید. داخل اونجا برید دانلود کنید شبیه سازو و اینکه بیاین دوباره روی این ویدیو، یعنی ویدیو رو نبندین، چون داستانایی که اون تنظیماتی که هست رو بعد بهتون بگم. به FPS جی اصلا FPS اش، یعنی اگه اون داستانه مثلا یه کوچولو کرش هم فکر کنم داره، نمیدونم طرف روبرو چیته یا نه، چون این آف آنلاین میشه. من اینجا سنسم هم همینجوری چیدم دیگه، همین میبینید درجا یهویی چیدم که من فقط یه پلی بدیم. شاید بگی نکست لول این که الان مثلا 250 FPS کجا به اون 600 FPS میده. عجله نکنیم، هم با من همراه باشین. ولی سنسش هم خدای حلاله. گفتم من توی ویدیو سنس هم میگم شما هر چی FPS تون بهتر باشه بهتر میتونید هدشات بزنید و خیلی تاثیر مستقیم یعنی تو چش داره با FPS. من همینجوری یه چیز چیدم که فقط بیام شما ببینیم یک ساعت تازه شب اپیزود بیام. این لون ولف هم دانلود نداشتم حتی. بریم که این دستم بزنیم، بریم پیش تنظیمات که واقعا به عشق شما بچه‌ها میریم اینا رو پیدا میکنیم. اینو یکی از رفیقا و یکی از بچهای گیلد. حاجی این چیته، جدی این چیته.
نمیدونم ارسلان اسمش فکر کنم ایرانی هم هست. و دیدی ستا هم که دانلود ندارم. اشکال نداره، ما میزنیم چیت هم باشه ما باید بزنیم، ما نکست لولیم. فعلا که تیرش اصلا به من نخورده. برو خونه تو اسکول اصلا به ما نمیخوری. تاکسیک، بچه‌ای که تاکسیک رو دیدی هم میدونم. ببین ویدیو قبل رو ببین حتما. داره هیچ چیکار میکنه؟ بنده خود ایرانیه. نه من تاکسیک نیستم. یه اسنایپ هم بزنیم روی شبیسا. بلوچارن دیگه، بچهای بلوچار رو میدونن چقدر این شبیسا چقدر یه مدت خیلی خوب بود. یعنی یه نسخه از بلوچار همه باهاش دیگه پلی میدادن، یعنی کل پی سی پلیر رو پلی میدادن. موبایل پلیر هم اگه میخوای یه شبیساز خوب بهتون معرفی کنم دیگه. اونم چی شد 150 پرستای بند خود ولی یا خودمونی. یه هدستای بهش بزنیم. هدستای به تو بیا بخور دیگه بچه. من چون فکر نکنم بتونم هدستای بزنم، چون باید یه چیزی باشه هدستای. این ریلوده. آخه چیتره بنده خدا. خب بچه شما وقتی شبیه‌ساز رو دانلود کنی وارد این فضا بشید. اول بهتون بگم این 500 FPS البته میگم منم باز چون سیستم کوچولو ضعیفه من تو شبیه‌ساز عادی 120 FPS میگرفتم و اینجا دارم اینقدر دو برابرش رو تقریبا میگیرم. بچه‌ها کنین 470 FPS اینجا داخل کاسوم، نگاه داخل فضای کاسوم من 500 FPS رو میگیرم، یعنی اینو مطمئنم. استوری هم کردم. نگاه کنین 497. البته من چون رکورد دارم میگیرم می کوچولو رکورد قطع کنم 500 FPS هم هست. واقعا شبیه‌ساز خوبیه، یعنی جدی عشق. یه چند اون 900 FPS هم میرم اگه حمایت بالا بود اونم براتون میذارم با آموزشش. خب شما وقتی شبیه‌ساز رو دانلود کردین از اینجا به بعد دیگه دقت میایین داخل فضاش اکانتتون رو وارد میکنین. اینا کاری به ایناش نداریم. بچه‌ها اسم این شبیه‌ساز اولترا اگو اف پی اس که احتمالاً خیلی از شما پی سی پلیر رو بدونین. شبیه‌سازیه که هاکای و دجیکسو استفاده میکنن. پشما من اس ام اس میکردم اینا رو میبینم که مثلا یکی شبیه‌ساز فرق داره، عجیب غریبه، مثلا معلوم بود. و اینکه چقدر توی این آیکونا خوشگل و خوش سلیقه و فری فایر رو که میبینین. حالا کاری به این موضوع نداریم. شما وقتی شبیه‌ساز رو باز میکنید، وقتی اکانتتون رو وارد میکنید، بیاید داخل ستینگ. داخل ستینگ میایید بچا به ترتیب اینایی که میگم بزنید. اول اینکه رزولوشن خود مانیتورتونه، یعنی ببینید مانیتورتون چیه. من خودم در 80 مانیتورم همین رزولوشن رو گذاشتم، بعضی 720 بعضی 2K. چیزی که تفاوت داره داخل این شبیه‌ساز دی پی آی بچا. شما دی پی آی تون داخل شبیه‌ساز عادی 160 اشتباه نکنم 240 و 320، ولی اینجا 240 320 و 440 دی پی آی که خودم عاشقشم. دی پی آی که خیلی از یوتیوبرها مثلا دیریکسو رو دیده بودم مثلا این دی پی آی میذاره یا خاکای خیلی دیپ قویه دیگه. اگه دوست دارین استفاده کنین، اگه مثلا خیلیاتون در 24 پلی میدین برین که روت کنین. مثل بلوچاره بچا، فقط همینه. یعنی 4 نوک نسخه‌ش هم این بالا نوشته 4 240 30000 این ادامه. حالا اونو که خودتون به دل بخوای خودتون انتخاب میکنین. میاین پایین اینو میذارین رو پرفورمنس اوپن جی ال. اگه انویدیا دارین انویدیا بذارین. من گفتم کارت گرافیک رو کنین. یه چیز دیگه بچه‌ای که از پی سی سردر میدن آر ایکس 580 یه کارت گرافیک خیلی متوسطه، در 2 تومن قیمتش. من این اف رو میگم. میایم پایین بچا. چیزی که خیلی مهمه اینه سی پی یو. رمو بذارید رو 4 باشه. سی پی یو حتما. من خودم مثلا کاستوم میکردم رو 5 میذاشتم، یه کور کمتر از کورای سی پی یو. ولی شما سی پی یو حتما اینجا کاستوم کنید و بذارید روی چند؟ رو 7 که بیشترین استفاده از سی پی یو تون بکنه. و چیزی که پشمای عالم میریزه 600 همه شبیه سازا 240 ولی این شبیه ساز 600 FPS اینجا نمیشه. من میده 600 FPS. یعنی شما اگه یه 4090 یه 4060 کارت گرافیک خوب 3060 یا اینا داشته باشید بهتون واقعا 600 FPS داخل بازی میده. و چی بهتر داخل بتل رنگ بچا، من جوری که فهمیدم 240 250 اینجوری FPS داخل کاستوم 300 خوردی FPS به من با این کارت گرافیک به من داد. و اینکه داخل دیگه لابی و اینا 500 FPS رو گرفتم. عشقی اینجا بچه‌ها حتما برای اینکه 600 FPS چی باشه این دکمه تیک رو بزنید و اینکه بیاین پایین این نوتیفیکیشن همه رو آف کنین. اینا همه آف باشه. من اینو شما اینا که دست نزنین. بیاین اینجا میاد روی چی؟ روی فون. روی فون میاد که حالا با فیلتر بعد فکر کنم بالا بیارین. فون رو بذارید روی ایسوس راگ 2 رو همه چیا میدونین. شورت کات همه رو پاک کنین که خیلی خوبه. وای حاجی بلو استاکس اینجاش یادش بخیر. یعنی الان توی
روز 5 روز 5 اینا دیگه میاد این گوشه، ولی خب اینجا قبلا سنساتو تنظیم می‌کردین، سنسور منه که اینجا ریختم. اینم که می‌بینی اولترا ایگو که گفتم لینکش داخل چنله، برید داخل کامنت ها بنویسید تلگرام. و اگه دوست دارید اون شبیه‌ساز 900 FPS رو بذارم بنویس نکست لول شبیه‌ساز 900 FPS رو بذار، فشار بیارید همینجوری داخل کامنت ها اینا همه جو بهم بگین که من براتون بذارم دیگه. عشق این کامنت ها رو بهم لایک ها رو بتری کنین. این از این. فقط شما این کارو کردین الان FPS تون دوباره 90. یعنی اگه باز 90 شما چیکار کنین؟ یه بار شبیه‌ساز رو براتون میبندم. خب ببینین الان شبیه‌ساز بسته است، درسته؟ الانم هیچی نیست. این پایینم بذار براتون ببندم. خب بذار من اینو براتون اینجوری، چون من این آیکون واسم. شما الان مثلا این شبیه ساز رو باز کنین، شما اصلا دانلود کردین این کارا رو که گفتم انجام دادین و وارد شبیه ساز میشین. شما وقتی وارد شبیه ساز بشین بعد 90 FPS میگیرین و 300 FPS نمیگیرین، چون یک ترفندی داره که باید انجام بدین که بتونین بهترین FPS رو از این شبیه ساز بگیرین. الان شما اصلا مثل منین و رفتین داخل بازی، یه نگاه کنین. خب بچه‌ها نگاه کنین، من اومدم داخل بازی و اف هم چقدر رو 90 قفله. چرا؟ چون اون حرکتی که گفتم اون فن نوستاد انجام ندادم. حالا چیه فن نوستاد؟ واسه فقط بهتون نشون بدم که بعد حتما ویدیو رو جزء به جزء نگاه کنین. میاین چیکار میکنین؟ میاین اینجا این شبیه ساز از پایین میبندین، همه جا باید بسته باشه. میاین اولترا ایگو رو باز میکنین. وقتی اولترا ایگو رو باز کردین میاین چیکار میکنین؟ میاین اینجا توی ستینگ داخل این چیزا رو انجام بدین، میاین داخل اینجا و FPS رو میتونید دقیق رو 90. ببین دقیق رو 90. اگه مثلا نمیاد رو 90 با این کلیک ثبت چپ و راست کیبورد میتونید مثلا یکی یکی بالا پایین و سیو میزنید. سیو زدیم بچه‌ها، از این پایین اینجا نه این دکمه ثبت نه، از این پایین که اینه باشه شبیه ساز رو میبندین. دوباره شبیه ساز رو باز میکنین و میرین داخل فری فایر. اوکی الان خیلی ساده است، یعنی یه بار 90 گذاشتم از پایین همه جا بستیم، شبیه ساز رو باز می‌کنیم میریم داخل فری فایر. آفرین. وقتی رفتین داخل فری فایر بچه‌ها شما میایین دوباره داخل تنظیمات، این ستینگ و الان دقیقاً فن نوستاد اینه که شما چیکار کنین؟ اینو فکر کنم خیلیاتون بدونین. میایین تا 600 فور می‌کنین. به همین سادگی. یعنی واقعا فکر نکنم مشکل باشه. دیدین که اگه این حرکت رو نزدین 90 FPS میگیریم، ولی با انجام دادن این ترفند شما خیلی راحت حدود 100 FPS چند FPS 200 FPS بیشتر میگیرین. 290 الان FPS من. و این بچه واقعا سیستم من ضعیف رو به پایینه و این FPS واقعا خفنه. یعنی من اگه کانتنت کریتور نبودم، اگه لباس و این چیزا استریمرز مهم نبود، قطعا روی شبیه ساز پلی میدادم. شبیه بلو چارت که هست، کرش نداره، خیلی هم خفنه دیگه. خب رفقا این بود از ویدیو، اونایی که لذت برده باشی. اینم از شبیه ساز 600 FPS که بهتون نشون دادم دیگه. حالا بریم داخل کامنت حتما بنویسین که چند FPS از این شبیه ساز گرفتین. دوستتون دارم زیاد، چشماتونم بهتون میاد. تا یک ویدیو دیگه، فعلا.